خب مرحمت. بعضی از حزب‌ها رو مثلا حزب‌های کیسگی نام میبرن و در دایره‌های کارشناسی هم مثلا شنیده میشود که حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزبی است که حکومت یعنی مقامات برای جمع‌آوری امضا کمک میکنند و حتی نامزدی شما از طرف حکومت پیشین میشود. گوش کنید که من 10 سال بود برای گردیدم و اون شخصانی که پیش بینیش دیده نمیتواند و اون شخصانی که امروز در اینترنت اون حرفای می نویسند اون شخصان نه محبت به وطن دارد نه محبت به ملت دارد، بی‌خیرت است. خب من اینجا اثبات میکنم که بی‌خیرت کی است. اینجا من اثبات میکنم و هموطنان شما خودتان شاهد هستین. اگر نفری که در پارلمان کشور میشینه زمان فروختن پارچه زمین خاموش است، اینجا بی‌خیرت حساب نمیشود. نفری که در پارلمان میشینه بهترین انشاءات‌های دولتی مبدل به مالکیت شخصی عائله رحمانوف میشود، شما خاموشی را رعایت میکنین، اینجا بحث سر بی‌خیرتی نیست. زمانی که قانون اساسی کشور تجاوز کرده میشود، خیانت کرده میشود، شما وکیلان پارلمان خاموش هستین، اینجا بی‌خیرتی دیده نمیشود. زمانی که خب بهترین سنگ های قیمت بها، کندنی های زیر زمینی، انشاءات های بزرگ، کارخانه های بزرگ دولتی در اجنبی به سالها داده می شود، در این حالت شما خاموش هستین، اینجا بی‌خیرتی نیست. پیشی بینی تا کسی نمیبینه. اگر تو پیشی بینی تا میدیدی برتا تا میگرفتی. شما میفهمید چی دعوا کردی تو؟ بحث سری بی‌خیرتی. شما اصلا در مسئله خیرات، عقل، دیدگاه سیاست حرف نزنین. شما این حق ندارین. اگر شما دیدگاه سیاسی میداشتین امروز با چنین رسواگی اجازت نمیدادین. پارلمان کشور را تئاتر لخته کردین. کی کرد؟ شما کردین. در اونجا کی از شما هستین؟ تمام مالکیت دولت فروخته شد. کی اجازه داد؟ شما اجازه دادین. تمام کارخانه هایی که در زیر دامادهای رحمانوف است یگام ذره انداز نمیسپره. کی اجازه داد؟ شما اجازه دادین. این برآمده است از مسئله خیرات حرف زده است، برآمده است نصیحت کرده است، برآمده است مردگویا که کسایی که گپ میزنن. من میگم تو اصلا یک حزب کیسگی هستی. اینجا اومده است میگی بی‌خیرت. من برات خیرات نشون میدم. خیرات میداشتی و بالا نقطه هایی که ذکر کردم اجازه نمیدادین. یک نوار بویا برای ما نشان بده، یک تصمیمی که تو خودت شخصا رقابت کردی و در همون تصمیم پیروز آمدی کو نشان بده. در زمانی که 5 سالی وکیلی چه عکس العمل نشان دادی؟ زمانی که در پارلمان وکیل بودی، بیماری که اومد در بین مردم بودی، هزارها مهاجرا به خانه و در موندن، همچون یک وکیل نماینده خلق باره در این باره حرف زدی؟ که وقتی که سخن رو میگوید، وقتی که سخنی که من روی کیسگی بودم پارلمان میشدم، در پارلمان با این سخنها برابر نمیکردم. و برابر این وقتی که من امروز با این مسئله سیاسی وارد شدم، من بسیار چیزها را درک کردم، احساس کردم. من اکنون عبدالحلیمی سال 2004 نیست. باور که همه عبدالحلیمی 2004 بهتر و خوبتر بود. من اثبات میکنم. عبدالحلیمی سال 2004 پیشنهاد نکرد که من مترو میسازم که غیر امکان از منطقی نیست و دوشنبه را با پول میکنم. او عبدالحلیم این تصمیم را نمیگرفت. یک کم ترک شاید جوانتر بود، شاید خیلی دیگه قریب 15 سال شد، یک کم تر دیدگاهش پایانتر بود، یک کم تر چیزی را میفهمید. اما امروز او عبدالحلیمی که دعوا داره که من اون نیستم، خدا را شکر من دیگه عبدالحلیمم، بدبختانه متاسفانه میگفته که من کمی تغییر یافتم. خوشبختانه. و من در میکنم که خصوصیت های مهمترین امروزی جمعیت چه مشکلی ها دارد، چه کم. نه درک میکنی.
در پارلمان چند سال تو کرسی گرفته هستی ناو ترک میکنی ناو فهمیدی که چی خصوصیت و چی مشکلی داشته است ناو فهمیدی اینه ای است وکیلانی که ما دعوای پرزیدنتی